درود ما نیسار شما هموطنان عزیز و هواداران تلویزیونی سینما. چون همیشگی باز هم مهمان خاندان شماست برنامه نقش من و مهمان برنامه ما هستند هنرپیشه و کارگردان جوان و موفق، سرکارگردان تئاتر درامای موسیقی به نام توفا فاضل و شهر کانی بادام، فرهاد غفارپوری که ایشان را خوش آمدید میگیم. سلام باشید. شما صفا آوردید با برنامه. لطف میکنید. سلامت باشید. ما شما رو به این منظره های زیبا یعنی به باغ بیشتاسای ایران دعوت نمودیم که لحظه که چند از این باد و هوا از این منظره زیبا هم راحت بکنیم، حلاوت ببریم و یک صحبت خیلی خوب و عارفانه داشته باشیم و صحبت بیارویم آید کار و فعالیت شما در جاده انتخاب کرده. اینجا خواهران مادرم دستیمای من پسری زفت را نشناختم و تن نزدم که گویا مادرم با بنده خدا به گناه آمیخته گناه زمانش را به نام زفت مربوط دانسته و چی استکارانه بابایم کردی مثال گفته است که گویا زفت مادرم را برای نکاح بافته و گستاخانه کشته من پسری آنها روی دیوانه گرفتم و مجبور کردم که خانه های خود را ترک کنند. هر زنی که در فیلم بود مجبور کردم در تن لباس های بهبهگی، در دل وسوسه شهوت خانه های آباد را ترک کنم و زیر خیمه ها پهن و پریشان مثل بی سرپناهان خوابم. بیا بابامون بیا بابامون. امروز که اینقدر کار و فعالیت زیاد دارید در این ساحه و سهم خویش رو برای رشد ساحه تئاتر و سینما اگر ذره هم باشد میگذارید، یعنی از کسب انتخاب کرده پشیمون نیستید؟ نه در که خود شما گفتید یعنی راه هنر هموار نیست. شاید در زندگی بعض زمانایی بود که میگفتم که خب بیا میپرتم میرم، اما محبت به کسب چیزی میداشت شما یه چیزای دیگر میشد که تا هنوز همینجا هستیم. پس میخوام بفهمم که یعنی حس افتخار هست؟ آره خیلی افتخار میکنم که همین ساحه انتخاب کردم و بازم همین انتخاب میکنم. حتما باید همین انتخاب میکنم. خیلی خوب. پسر جان برای چه فکر نکرده بازی میکنی؟ اول عزیزم فکر کردم در نگاه کن اگر شد و من انا این کنم با تو شاهدی هم چیکار میکنی؟ من فرزین رو گرفتنی بودم. فرزین رو گرفتنی بودم. من این بار گناهت را بخشیدم. خوش از نبازی کن. خیر خوش فرهاد این بار من تو رو نمیبخشم. بله کلین جان آفرین. در محیطی من و فرهاد فقط چای نمیرسید. محیط که فکر کنم داده. فکر کن من خلال نرسوندم مرحمت. فکر کن خوش. چای داده جان. رحمت بچه رحمت تشکر. کلین جان شاید به شوهرتون کمک میکنید و حالا محتاج کمک است. مسخره نکرده باز کنید داده التماس. چی مگر من مسخره کردم؟ آخر هیچ مسخره نیست. و این شما را از کجا میفهم؟ چی خیلی از کجا میفهمن؟ پدرشان خیلی خوب بازی میکردن. شاید به دخترشان یاد داده باشن. کلین جان کنی یک قدرت نشان ده. فرهاد جان انه اسب رو به اینجا مونید. نه بعد چی؟
نقش اولین شما که در فیلم آرمان ها بود، نقش مرکزی، نقش فرهاد را بازیدید، حرف بزنیم و همزمان که شما در آنجا نقش می‌بازدید، باز در یک جایگی با محیدین مظفر و غیرجان قادر شما در یک جایگی سناریو نوشتید و شاید باز هنگام نواربرداری و تهیه فیلم باز سهم خود گذاشته اید. وقتی که ما دانشکده صنعت خواندیم و در بعض فیلم ها کاستینگ ها میشد، میخواستیم رویم اشتراک کنیم، ما دانشکده صنعت تمام کردیم اما فهمیدیم که هیچگاه ما هیچ کس فیلم نمیگیرد و برای آنکه ما آرزوهای خودمون برسیم باید خود ما فیلم گیریم و قرار کردیم که ما خودمون فیلم میگیریم و ما 3 نفر بودیم، غیرت جان و من و محیدین جان، و کار تقسیم کردیم. کارهای تکنیکی ثبت و مونتاژ و دیگر همه چیزهای تکنیکی من به گردن گرفتم، غیرت جان پرودیوسر شدن، محیدین جان کارگردان شدن و ما قرار کردیم که فیلم میگیریم. با هم یک پیسه سلطان سفرف را گرفتیم و فیلم تهیه کردیم، شد نامش آرمان. اکا جون آرام شوید، آرام شوید، یک طرف استید. گریه نکنید التماس، گریه نکنید. مرا میبخشید داده. من شما رو سخت دوست می‌دارم. سخت. وقتی فیلم رو تهیه میکردید یا اینکه همین ایده به سر زد و یعنی شما سناریو می نوشتید، دو داشتید، یعنی به خود باور داشتید که همین کار شما یا همین فیلم میگرفته شما موفق میشود؟ فکر میکنم بله ما باور داشتیم، برای آنکه ما تا همین روز هر کاری که نکرده باشیم تنها به خاطر آن همین کارامون شد که ما همین بسیار میخواستیم همین کار به انجام رسد. ما بسیار میخواستیم، نه بس از آن که ما 3 جوانی که نو دانشکده تمام کرد، هیچ پول ندارد، حالا هیچ کریر ندارد، اما خب توکل کرده است. یعنی ما همیشه هر کاری که میکردیم موفقیتش همین بود که ما همون کار بسیار میخواستیم، از حد زیاد میخواستیم که همین شود. یکی از موفقیت های شما به خود باور داشتن بود؟ بله واقعا هم خیر. فیلم نخستینی که شما همچون کارگردان گرفتید فیلم نفس تقدیرساز بود، درست است؟ بیشتر کارگردان ها در آن اندیشند که یعنی فیلم کوتاه‌متر یعنی از فیلم پورمتر هیچ فرقیتی ندارد، در برابر آن که مردم فکر میکنند که آسان و سهل است گرفتنش. پس اگر این گونه باشد و شما نیز همین گونه اندیشه داشته باشید که آسان نیست، یعنی هر دو یک خیلند، پس چرا شما همین را فیلم پورمتر نکردید و فیلم کوتاه گرفتید؟ اصلا من میخواستم که یک بار سریال گیرم، سریال خانه گیرم، اما چون من تا به این قرار رسیدم البته بسیار در سینما کار کرده بودم، در سوخت سینما و هم در دیگر ویا، خلاصه در سینما زیاد کار کردم، یعنی تجربه دیده بودم، اما میخواستم که یک بار باور حاصل کنم و همچون یک تست گفتم که من اول فیلم کوتاه میگیرم، تست میکنم، هم خودم هم کمانده. یعنی فیلم این کاری یک نفر نیست، فیلم این کاری تیم است و من باید انیق میکردم که با این کار میکنیم یا با کسای دیگه. و این یک فیلم تستی بود که ما فیلم سنجشی و چگونه قبول کردن؟ فکر میکنم خیلی خوب برآمد و ما خودمون هم هر نفری که در این فیلم کار کرد شرم نمیکنیم از اون که این کار کردیم و با افتخار میگیم که این کار ما است. و همدیگر رو نیز همون تیم خود رو شناختید که از اونجای کدام کار میبرید. باز هم شما فیلم دیگری کوتاه دارید اگر خطا نکنم؟ من خیلی کار کردم در این وقت، 5 فیلم کوتاه دارم، 2 تا فیلم تصویری برداشتم که این قصه های دیگر،
یک سریال گرفتم که از 10 قسم عبارت، سریال خانه. 2 فیلم هنری. پس بیاید درباره همون فیلم بسیار قسمه خانه حرف بزنیم که امروز یعنی خیلی تماشابینان زیاد دارد و موضوع خیلی خوب نیز انتخاب شده است و ویدی زبانهای مردم نیز هست. چرا همین ایده از کجا پیدا شده و چرا شما همین فیلم خانه را خواستید که تهیه کنید؟ ما چند سال بود که همین یک چند اندیشه های پراکنده بودند و اینا میخواستیم فیلم به مبادل کنیم. وقتی که اینا جمع کردیم اینا از یک فیلم زیادتر شدن. اما فهمیدیم که این باید یک سریال شود و همراه تیم ما قرار کردیم که ما سریال میگیریم و گرفتیم. کی می آیی بچم؟ نام من خورشید. کارم تمام شد می آیم. کار دنیا تمام شدن ندارد بچم. کی میدونه چقدر عمرم مانده است؟ خسرو! بخشش که نفهمیدم آدم. چی شد داداش؟ تیله ها کنه. چی؟ من یافته میدیم. باور کنم می؟ پس از دوم همشه برمیگردونم. خسرو! من نمیگذارم که یک کسی دیگر حق مرا صاحب شود. من با اون خونه دیگر راهی بازگشت ندارم. مقصد از گرفتن همین فیلم بسیار قسمت چی بود؟ شاید برای یک کس را برای راست هدایت کردن طریق فیلم خود، یعنی من مقصد شما رو میگم. درست. یکی از مقصدهای ما این بود که ما که همیشه در تئاتر کار میکردیم، ما میخواهیم که مردم به تئاتر بیاید و این برای آنکه مردم به تئاتر بیاد ما همیشه یک گله کارهای به انجام میرسانیدیم، هر خیل معرکه ها میگذراندیم و یک چیز فهمیدیم که اگر هنرمندای ما ستاره شوند، مردم برای دیدن این ستاره ها به تئاتر میبینند و گفتیم که ما سریال میگیریم و در سریال ما همه هنرمندای تئاتر بند میشن و ما به این واسطه دو نشان میزنیم. یعنی شما موفق شدید بنده چه؟ فکر میکنم یک زمانی بود که موفق شدیم. همون وقتی که سریال خانه برآمد و بچه های ما برای مردم وای شدن، مردم به تئاتر یک کم دیگر خیلی نظر میکردن. فرزندانم صدقه خانه بود در شد. مناسبت های خانوادگی حاضر عین همون وقتی است که ما مشت باشیم. پدر و پسر. نصیحتتان نقص لیکن دیر شد. وقتی که دوشنبه خواندنی روی چی خیلی خواهی گشتن گیر. مادر و فرزند. لیکن اینجا آدم بری میگردی. خفه نشو. من نقشه خودم رو برادر با برادر. شما اگر بگویم که در سالهای پیش خیلی هنرپیشگان یعنی موفق و شناخته و دوست داشتنی فعالیت میکردن در تئاتر شما، درست است؟ و امروز خیلی کم موندن. بله. و عین حال کار و فعالیت در تئاتر چگونه است؟ زیرا من برای چی این سوال دادم؟ برای که تا جای من میدانم از گفته های دیگر هنرپیشگان که خیلی تئاتر همون وقتها تئاتر سرتشویش بود، سرطلب بود، کار میکردن، در جستجو بودن، نمایش های خیلی بهترین را پیشکش مخلصان میکردن و یک زمانی شاید که خاموشی پخش کرده بود تئاتر، ولی امروز باز هم تئاتر در کار فعالیت است. هنوزم تئاتر کار میکند. من همیشه در همه جا همین گپه میگم که تئاتر این بینا نیست، تئاتر این هنرمندا هستند و همون لحظه هایی که ما هنرمندای بهترین هنرمندای کشور در تئاتر جمع کرده بودیم و کارهای خوب به انجام میرساندیم، اون وقتا از بهترین روزای ما بود. اما من بسیار افسوس میخورم که حاضر از بهترین هنرمندای ما رفتن. همه قهرمانای اساسی سریال خانه، هم غیرت جان، هم فروخ، هم خوشنود، نفرایی که 3 پسر وای بازی میکنن همشان رفتن و دیگر جوان هم از تئاتر رفتن. بسیار بدبختانه، بسیار افسوس میخورم که همین خیلی شد اما با وجود همه این من یک چیز به شکر میکنم که همین مردم تئاتری، خاصه هنرمندای تئاتری ما با وجود همه کارشون دوست میدارن و همین صداقت به کسبشان بود که امروز
نابست از آن که هنرمندای ما سالشان رفت، از نفری که حاضر ماندگان همشان هنرمندای سال خوردن، از اینکه سالشان رفتگی است، از آن که سلامتیشان خوب نیست، اما اینا گفتند که ما با کار میکنیم که تئاتر ما چی نشود، از فعالیت باز نماند و ما کار میکنیم و نتیجه این کاری که کردیم من امروز به پرستو آوردیم نمایش بازگشت از روی بازگشت کامیلیار معطوف. کدام موضوع است؟ موضوع تشکیل شدن تئاتر در کانیبادام، درباره تاریخ همین 100 ساله تئاتر کانیبادام، درباره موفقیتاش، درباره شکستش، درباره تقدیر هنرمندان تئاتر. برای چی شما همین موضوع رو انتخاب کردید، همین بازگشت رو انتخاب کردید و خواستید که همین نمایش رو به بیننده یعنی پیشکش کنید؟ دردی کی بود؟ دردی ما، درد خودی تئاتر ما. وقتی که همه بچه‌ها از تئاتر رفتن و ما باید یک نمایش میماندیم، ما مثلا امروز درد نداشتن هنرمندا، مسئله تئاتر است درد ما و ما نمیتونیم درباره رمیو و جولیت نمایش مانیم و ما گفتیم ما باید همین این چیز چیکار کنیم و به یادم رسید که این تئاتر به آسانی تشکیل نشده بود و ما این تئاتر نباید به آسانی از دست دهیم و ما باید به هر چی نباشد این نگاه داریم، حمایت کنیم و همین فکرها بودند که همین نمایش تولد کردن. همون نقشهایی که شما در تئاتر بازیدید در نمایشنامه وهوه بانو، نمایشنامه دیگر یعنی نمایشنامه صدای قو، یعنی شما نقش وسیلیچه بازیدید و شاید نقش‌های خیلی زیاد هم که بازیده، ولی ما همین بسیارتر خود میدونستگی رو میگویم که بیشتر به شما کدام نقشتان پسند بود و خود شما همچون یک هنرپیشه چگونه نقش‌ها رو میخواهید ببازید و همچون کارگردان چگونه موضوع‌ها رو میخواهید که انتخاب کنید یا روی صحنه نمایش کنید یا اینکه میدان فیلم آفرینی یا روی اکران فیلم بسازید؟ در مورد نقش‌ها، همین نقش دیانیس که در وهوه بانوان بازی کردم این هیچگاه از یادم نمیرد، برای آنکه تا همین نقش بازی کردن من همیشه عذاب میکشیدم، همیشه شبهه داشتم که من اکتور خوب نیستم، نمیشه من باید پرتافته روم این ساحه، از من اکتور نمیبراید. و تشکر به استاد اولیاقلی خواجه قلی که توانستند یک کاری با من کنند که من به خود باور پیدا کنم و من بعد هیچگاه به خود شبهه نکرده به همین راه استوار قدم مانم. و یعنی شما گفتنید که شما رو کشاده توانست؟ بله همچون کارگردانی که هنرمند باز میکنن، همین اولیاقلی خواجه قلی در همین نقش کشیدن. تا اینه من همیشه در صحنه عذاب میکشیدم و پس از این برای من موفق شد که بهترین ابرزهایی که هر هنرمند تئاتر آرزو میکند بازی کنم. حملت بازی کردم، خوب وسیل چاتس که خلاصه یک گله نقش‌های کلان بازی کردم. نقش‌های خاطرمان و ماندگار گویم اگر خطا بله. همون نقش‌هایی که هنرمندا آرزو میکنن که همین نقش به من برسن. و شما باز هست همون نقشه که آرزو میکنید ببازید ولی حالا به شما یگان کارگردان پیشنهاد نکرده است یا اینکه خود شما همچون کارگردان میخواهید هم تهیه نمایید و هم نقش بازید؟ من در این باره نمیدونم. حاضر همین سوال من خودم هم یک زمان فکر کردم که من با چی چیزی دیگر است که من میخواهم و همین سوال جواب یافته نتونستم. شاید برای آنکه چند سال اخیر من تمام
کارگردانی کرده استم برای آنکه در تئاتر ما دیگر کارگردان نیست و باید یک کسی این بار کشاله کند و ما چند سال آخر است که فقط درباره این فکر میکنم که ما چی نمایش‌های به تئاتر مانیم، ما چی کار کنیم که تئاتر به مردم بیاد، چی کار کنیم که این طرف رشد کند. من همین سوال رو دادنی بودم، یعنی که برای شما رو آوردید به کارگردانی، البته سوال نداده شما به این سوال من جواب گفتید که بله، برای آنکه در تئاتر ما کارگردان نیست و نبود، من هم همچون اگر از روی کاغذ و این چیز گوییم، من هم بازیگر هستم، من اکتوری تمام کرده هستم و چند سال عمرم همچون هنرمند بودم. اما وقتی که همیشه با نبودنی کارگردان ما برخورد میکردیم، بعد مجبور شدم چند لابراتوری های کارگردانی رفته در چند کشورهای خارجی رفته کورس‌ها خوانده آمده، بعد من حاضر کار کرده استادم. یعنی اکنون پس از چند کارهای کارگردانی شما، یعنی اکنون برای شما گوارست همچون کارگردان فعالیت کردن یا حالا هم شما از مجبوری همچون کارگردان نه، من با خوشنودی و خواهش میکنم هر کاری که میکنم و ما میکنیم با خوشنودی و خواهش میکنیم و من بسیار دوست دارم کارهایی که میکنم و کرده ایستاده ایم. و بسیاری ها بران اندیشند که یعنی اگر از کارگردان ها پرسیم که شوی یعنی صحنه کیست، بیشتر کارگردان ها میگویند که شوی صحنه کارگردان است که به هنرمندان یعنی وظیفه میگذارد، ولی هنرپیشگان میگویند که اگر هنرپیشه نباشد یعنی کارگردان هیچ کس نیست. شما چی اندیشه دارید؟ کیست شوی صحنه؟ این سوال راستش یک خوب نیست برای آنکه جواب این شاید بعضی نفرهای میرنجاند، اما اگر از روی حقیقت و این چیز گیریم، البته اینکه کارگردان است که همه این جمع میکند و همه این میسازه. یعنی اگر فیلم یا نمایش خوب می شود این موفقیت کارگردان، اگر فیلم یا نمایش بد می شود این عیب کارگردان است. اگر یک هنرمند نقشش بد بازی می کند این مشکل کارگردان است که هنرمند نقش بد بازی می کند. اما این چیز من همیشه و در همه جا می گویم که هم سینما هم تئاتر این کاری کلکتیوانه است. اینجا این خیلی نیست که فلانی است فلانی، مثلا من با یک اندیشه راضی نیستم، در بسیار جاها میگن فیلم فلانی فلانی، البته درست است، مثلا حتی در امریکا در تمام دنیا میگن فیلم عبدالله قاسموف، لیکن من این به اون قدر راضی نیستم برای آنکه پس این اگر فیلم عبدالله قاسموف شد پس این قدر آدم‌ها کی؟ یعنی من طرفدار آنم که عبدالله قاسموف این فیلم کارگردانی که تهیه کرده ساخته است اما با تیمش کرده است. یعنی ایجادیات کاری عموم است میگن. یعنی این کاری همه به یک نفری ویران نمیشه. درست است. خیلی خوب. و چون درباره اولیاء قلی حرف زدیم، کارگردانی موفق و شما بیشتر یعنی با آنها همکاری میکنید طریق آنلاین، درست است؟ ولی باز هم رو میاریم به نبودن کارگردان که شما آن کس را دعوت کردید و آمدن با شما همکاری کردن. درست؟ درست. سبب شناسایی ما هم با اولیاء قلی همین بود که ما دعوت کردیم. یعنی ما بچه ها در تئاتر شیشتیم فهمیدیم که ما اگر میخواهیم کارهای بزرگ به انجام رسانیم باید یک کارگردانی بزرگ دعوت کنیم و یکی از آرزوهای ما و نقشه استراتژی ما این بود که ما تئاتر از کانیبادان میبروریم، نه فقط به تاجیکستان، از تاجیکستان بیرون میبروریم. وقتی دیگران میگن که فلانی زور است بعد این فلانی زور بوده است میگیم، ما خودمون نمیفهمیم که همین زور همینجا ایستاده است، 1000 سالی همینجا ایستاده است، همین خرک یک کس به یاد نمیاره. ما قدر اینو نمیدونیم. وقتی که یگان بیگانه میگه که این خوب است بعد این خوب بوده است و ما گفتیم خب مادامی که این خیلی است ما باید یک کارهای خوب به انجام رسانیم و این کار چنان کنیم که دیگران ما بهاتیان و بعد برای این کار به انجام رساندن باید یک کارگردان پیدا میکنیم که همین کار به انجام رسانده میتواند. سال 2021 یعنی سال 2021 تئاتر شما با نمایشنامه صدای قو یعنی صاحب جایزه شده بود، درست است؟ و امسال چی را انتظارید؟
این سال من راستی گپ گویم من یگان چی انتظار نیستم. برای ما همین نمایش بازگشت ساختن ما بسیار مهم بود. ما اول برای خود گوییم که ما هنوزم زنده هستیم، ما هنوزم قادر هستیم که تئاتر کارش پیش بریم، و دوم برای چند گوش‌های گوییم که دوستان عزیز تئاتر این یک جای ویرانه کنجی کنیوادام نیست، این یک جای بسیار مقدس و ارزشمندی کنیوادام است و عموما هدف اساسی ساختن همین نمایش پیام های بود که ما میخواستیم گوییم و امروز ما بسیار شادم که ما امروز همین نمایش به پرستو آوردیم و این پیام ها ما به گوش های زیادتر میرسانیم. فکر میکنم همینجا وی رسالت این نمایش و مقصدهای ما به انجام میرسد. اون طرفش هر چی شود این دیگر انتخاب دیگر است. بهترین و شما چون گفتید که بهترین هنرپیشگان ما یعنی تئاتر رو ترک گفتن، پس میخوام بفهمم که امروز هستن جوانانی که شما لکه جلب کردید به کار هنرپیشگی یا که به تئاتر؟ نه افسوس نیستن. ما تا چند سال اخیر همیشه وای داشتیم بچه های ما دانشکده صنعت می آمدن می خواندن، هر سال یکتا می رفتند و ما یک تیمی کلان جوانای تشکیل کرده بودیم، اما همین چیز سال تا سال شمارش کم شد. سال تا سال همین ساحه رشد کرده است، کم کم رشد کرده است. مثلا سالهایی که ما آمده بودیم این تماما دیگر وای بود. حاضر سال تا سال بهتر شده است و هم سینما کم کم پیش می رود، رشد میکنه، هم تئاتر و من خیلی امیدوارم که سالهای نزدیک این مسئله برطرف میشه. درست است و تئاتر شما نیز خیلی فعال است با وجود آن که شما میگوید که ما هنرپیشگان رو نداریم، یعنی متخصصان نیستند، کمان تنقیصی میکشید از هنرپیشگان، ولی تئاتر شما خیلی فعال است و هم قدم زمان است که خطا نمیکنیم، زیرا که اولین شده اگر خطا نکنم در تاجیکستان تئاتر شما بود که صفحه یعنی اینترنتی خود رو داشت. درست است؟ و حتی که وقتی وارد صفحه میشوی و پیامک میفرستی زود با پیامک جواب میآید و هر مشکلاتی که باشد یا هر سوالی که باشد به سوال خیش پاسخ میگیری و همه نمایشنامه های شما در صفحه شما هست، یعنی پخش میشود. وقتی من میخوام یعنی به شما زنگ نمیزنم، به صفحه شما وارد میشم و از آنجا یعنی همون نمایشنامه لازمه رو میگیرم. این یک خیلی پیشروی است و کار خوبی شما نیز هست و خیلی همون صحنه‌چه های و همون نمایشنامه های خیلی خوب نیست که هست که شما در صفحه خیش میگذارید. من بسیار میخواستم که دیگر تئاترها نیز نه برای یگان چیز دیگر، برای آن که همون زحمت هایی که میکشند اینقدر زحمت کلان میکشند ولی همون چیز از دل و دیده دور میشود و در بایگانی نمیماند و یکی از کار بهترین شما همین است که همون زحمت های شما یعنی حفظ می شود در بایگانی و هر وقت که لازم شد باز به کار میاد. درست است؟ درست. همین چیز من همیشه بسیار خرسان شدم. همین یعنی مارکتینگ SMM تئاتر، تبلیغ شعبه تبلیغ تئاترها در همه تئاترها پیدا شده است. بسیار خرسان شدم. مثلا این پرستوی این ساله یکی از چیزهایی که از دیگر سالها فرق میکند مارکتینگش است. امروز پرستوی امساله نسبت به دیگر سالها بیشتر انعکاس میکنند، بیشتر تبلیغ میکنند و شکوه دیگر داشت شده شوید. درست است؟ و یعنی شما فرقیت همین پرستو رو تنها در همین میبینید و میخواستم بگویم که در همین طول چند روزه که شما چند نمایشنامه تماشا کردید چگونه نمایش ها، یعنی جوانانی که امروز در این پرستو اشتراک میکنند جوانانی امیدبخش هستند و چگونه نمایش ها رو یعنی کمبودیش رو در چی میبینید یا پیشرویش رو در چی میبینید؟ من فکر میکنم که من همین روز پیش از اون که ما اینجا صحبت کنیم ما نمایش روایت سوخته تئاتر دنغره را بعد همین نمایش من بسیار وای شدم. یک فکر به ذهنم رسید که ما واقعا رشد کرده شدیم. من از تئاتر دنغره انتظار این خیلی نمایش نبودم.
بچه‌های دنغر این رو بسیار یک کار خوب پیشنهاد کردن و من متاثر شدم از این چیز و گفتم که پس ما واقعا رشد کردیم. یعنی چیش خوب بود؟ بازیگرو همه چیز خوب بود. بچه‌ها بسیار خوب بازی کردند و تئاتر دنغره اینقدر اکتور، اینقدر جوانای گرد خود جمع کرده توانسته است و مثلا یک موضوع بسیار اکتوالیه امروز بررسی کرد. اگر یا شتفت راضی شود من ویرکن را از اون مقامه میکنم. نه این کشما را با فروختن راضی نیستم. زودتر بگو. خودت میتونی دادن رضایتی اصلی را نمیپرسم. بعد اینکه شاه اشاره کرد که تو را فروشم. خیلیت از ریختن خون تو خلاص شدم. شاید از من سوال انتظار بودید که من به شما ندادم، ولی من از شما خواهش میکنم مرحمت دستگاه نموربرداری روبروی شماست، چه گفتنی ها دارید و اگر چیزی که با هم باز در برنامه صحبت نکردیم امیدوارم که بازم از پیشروی های شما و از مژده های سبز شما در برنامه های آینده حتما خواهیم حرف گفت. سلامت باشید. اما هر گفتنی هایی که در من پیدا میشد در همین کارها ما هم در تئاتر هم در سینما ما همونجا گپامو میگوییم و اگر مثلا ما به روزی رسیم که همین مردم ما هم به صنعت هم به تئاتر هم به سینمای ما توجهشان بیشتر شود و ما با آنها به رابطه برآمده توانیم، فکر میکنم اون روز برای همه ایجادکاران کشور روزهای خوش و خوب خواهد بود. برای آن نفرایی که میخواهند از فعالیت ما آشنا شوند میتونند در یوتیوب نمایش های تئاتری ما ببینند از کانال یوتیوب کانال تئاتر کانی بادام و همچنین از یوتیوب کانال کیناخانه میتونند تمام فیلم هایی که ما همراه بچه ها و تیم کیناخانه استحصال میکنیم اونجا تماشا کنند. و یک خبر دیگر که روزهای نزدیک ما میخواهیم یک فیلم جدیدی را برای کودکان، برای فرزندان ما پیشنهاد کنیم، پکنه عینکدار را. این پکنه عینکدار یک فیلم افسانه برای کودکان هست. فیلم فانتاستیکی است. فیلم فانتاستیکی است، بله. برای کودکان، برای فرزندان خود ما یک فیلم خوب. بسیار خواستیم که همین خیلی فیلم برای بچه‌های ما داشته باشیم. بچه‌ها را یعنی نورسان و کودکان را از کجا جلب کرده؟ به واسطه کاستینگ جمع کردیم بچه‌های 13 14 15 ساله را و بچه‌ها بسیار کار عجایب کردن. من خیلی امیدوار که این فیلم به همه معقول میشد، هم برای کودکان و هم برای پدر و مادرشان پسند میآید. من خیلی امیدوار که و امیدواریم که از این فیلم، یعنی از آنمون نورسانی که در فیلم انتخاب کردید، باز یگان هنرمندی خوب نیست پیدا میشه. ان شاء الله بچه‌ها حالی همیشه بروزا بسیار آرزوهای کلان دارن و من بسیار امیدوار که همین بچه‌ها همین راه پیشه میکنن. سلامت باشید. میگن که هنرمندان یعنی شخصانی خوشبختند که یعنی درد دل خود رو طریق نقش خود ابراز میکنن و شما چه اندیشه دارید؟ یعنی هنرمندان تنها درد دل خود رو ابراز اندیشه میکنن یا درد جامعه رو نیست؟ هر داره. اصلا هنرمندان گویا برای درد جامعه را گفتن روی صحنه میبرن اما همزمان درد خودشون گفته میگیرن. سلامت باشید. ما برای شما موفقیت تمنا میکنیم و بازم از شما نوگانی های زیاد رو انتظار هستیم. همیشه موفق باشید در کارهای خویش و امیدوارم که یعنی چون شما در کسب انتخاب کرده خویش خیلی صادق هستید و صمیمانه کار و فعالیت میکنید، امیدوار هستم که همان آرزو و نقشه های نیک شما، هدف های نیک شما عملی میشوند و سهمی با سزای میگذارید در همین ساحه که شما کار و فعالیت میکنید و این ساحه رشد میکند با دستگیری شما جوانان. تشکر زیاد به شما و به اهل تیم تلویزیون سینما که همیشه برای تبلیغ هنر، برای تبلیغ
فرهنگ تلاش میکنند و من فکر میکنم شما بهترین کار به انجام میرسید. تشکر به همتون. تشکر زیاد. خوب بیننده های عزیز، این بود برنامه نقش من با اشتراک هنرپیشه و کارگردان جوان و موفق فرهاد غفارپور که طول چند لحظه با شما بودیم. امیدواریم شما از این برنامه به خود یک برداشت خوب بگرفتید. باقی شما نیز در هر جایی که نباشید برایتان موفقیت و پیش از همه تن صحت و خاطر جمع را تمنا میکنیم. تا دیداری آینده تن صحت و خانه آباد باشید. خیر.